سلام دوست عزیز، خوشحالم که امروز با هم هستیم. میدونم که شما به دنبال رهایی از الگوهای گذشته و پاکسازی کارماهای خود هستید. من اینجام تا شما رو در این سفر یاری کنم. لطفاً به آرامی در یک جای دنج بنشینید یا روی صندلی خود بیارامید و دستان خود رو به راحتی روی پاهای خود قرار بدید. چشمان خودتون رو ببندید و اجازه بدید بدنتون کاملا رها بشه. اکنون در کمال آرامش توجه خودتون رو به تنفستون معطوف کنید. با هر دم آرامش رو به درون خود بکشید و با هر بازدم نگرانی ها رو از خودتون دور کنید و تصور کنید که در یک جای امن و آرام قرار دارید. این مکان میتونه یک ساحل زیبا در کنار یک جنگل سرسبز پر از درختان بلوط و مرطوب از شبنم‌های بهاری باشه. شما احساس امنیت و آرامش رو با تمام وجود لمس میکنید. به صداهایی که در اطراف خودتون میشنوید توجه کنید. صدای پرندگان، صدای مرغان دریایی، صدای امواج که این صداها شما رو به خلسه خواهد برد. یک خلسه عمیق عمیق و عمیق‌تر. حالا کاملا رها باشید. ذهنتون رو معطوف چشم سوم میان دو ابرو کنید. شماره معکوسه بند شروع میشه و شما این سنگینی و آرامش رو در بدن خودتون احساس خواهید کرد. لطفاً به جملات و کلمات درمانگر توجه کنید تا یک سیر زیبایی رو تجربه کنید. نفس عمیق شروع میشه. 10 دم. نفس رو حبس کنید. حالا رها کنید. 9 نفس عمیق. کمی سنگین تر میشید. نفس حبس و رها کنید. عضلات شما با نفس بعدی کاملا رها خواهد شد. دم و بازدم. شماره 7. نفس عمیق. 6. نفس‌های شما عمیق‌تر و آرام‌تر میشه. افکار شما هر چه که باشد کم کم محو میشه. شماره 5. شما در حال فرو رفتن به اعماق آرامش هستید. نفس بعدی شماره 4. هیچ چیز نمیتواند آرامش شما را برهم بزند و شما کاملا در امنیت هستید. 3 2 شما در امنیت کامل و نفسها عمیق‌تر و ذهن آرامتر و بدن شل و ریلکس تر. و شماره 1 دم و بازدم. کاملا رها و آزاد هستید و اکنون در یک حالت خلسه عمیق و آرام بخش قرار دارید. در این لحظه از راهنما و دوست همیشگی خود یعنی ضمیر ناخودآگاه خود بخواهید تا شما رو در گذشته هدایت بکنه و اون خاطره منفی که هنوز بر زندگی شما تأثیر میگذاره، این رویداد ممکنه در این زندگی یا در زندگی‌های گذشته شما رخ داده باشه. یعنی درگیری با کارماهای آبا و اجدادمون.
شما رو با ضمیر ناخودآگاهتون تنها میگذارم، چون ممکنه که رازی پنهان بر شما آشکار بشه، یا در مقابلتون شخصی آشکار بشه، یا جمله‌ای بشنوید، یا تصویری آشکار یا مبهم ببینید. ذهنتون رو رها بکنید. چند لحظه سکوت میکنم تا پاسخ خودتون رو از ضمیر ناخودآگاهتون دریافت کنید. به اولین تصویری که به ذهنتون میرسه توجه کنید. چه دیدید و چه شنیدید یا چه احساسی داشتید؟ حالا به آرامی خود را به رویدادی که جلوی چشمان شما یا در ذهن شما رخ داده نزدیک کنید. چه کسانی در اون رخداد حضور داشتند یا چه اتفاقی در اون لحظه رخ داد؟ به احساساتی که در اون لحظه تجربه می کنید توجه کنید. آیا خشم، غم، ترس، گناه یا هر احساس دیگری رو احساس کردید؟ اجازه بدید که این احساسات به طور کامل تجربه بشه. من مکث میکنم تا ذهن شما یک عقبگرد بزنه. نگاه کنید که چه کسی باعث آزار شما شده. و آیا آن شخص هم احساس بدی نسبت به عملکرد خود داشته یا فقط شما دچار تنش و ناراحتی شده اید؟ قطعاً اینطور نبوده و فقط شمایید که دچار این تنش ها شده اید، چون اون شخص در زندگی خودشه و همه چیز رو فراموش کرده. پس شما هم باید رها کنید و از اون بگذرید، چون هرگز کسی که مرتکب خطا نسبت به شما شده به شما دل نخواهد سوزاند. و حالا تصور کنید که اون تجربه بد به یک ریسمان سیاه وصله و در انتهای اون طناب دست چپ شماست که ریسمان رو نگه داشته. در یک دست شما انتهای اون طنابه با خاطره های بدی که در اون طرف ریسمان ایجاد شده وجود داره، ثابت مونده، و در دست دیگر شما یک چاقوی طلایی رنگه و اون دست راست شماست که قراره بهتون کمک کنه. اون چاقو بسیار درخشان و بسیار تیزه. حالا با همون چاقو اون طناب و ریسمان سیاهی که ازش خاطره های بد، آدم های بد، تجربه های بد آویزون شده رو پاره کنید و اون خاطرات موهوم و اون افراد منفی و اون ساعات نفرت بار رو با بریدن طناب به درون آتش بیاندازید یا به ته یک دره سقوط بدید و هر چه که سنگینی و سنگ رو که در وجود شما بوده و بر دوشای شما بوده رو از خودتون دور کنید. دوست بسیار عزیزم، شاید الان تو بغض کنی یا بخوای رها بشی و گریه کنی یا بخوای بغض گلوت رو خالی بکنی و فریاد بزنی. میتونی هر جور که دلت میخواد خودت رو تخلیه بکنی و رها بکنی.
حالا که احساس خالی بودن میکنی، احساس سبکی میکنی، باید بگی حکم میکنم که دیگر بارهای تحمیل شده توسط دیگران را به دوش نخواهم کشید، چون نمیگذارند رو به جلو حرکت کنم. میتونی دوباره این حرف رو تکرار بکنی. حکم میکنم که دیگر بارهای تحمیل شده توسط دیگران را به دوش نخواهم کشید، چون نمیگذارند رو به جلو حرکت کنم. اکنون تصور کنید که یک نور طلایی شفابخش از آسمان به سمت شما میاد و تمام وجود شما رو در بر میگیره. این نور طلایی و پر انرژی تمام انرژی های منفی و الگوهای آسیبزا رو از شما دور میکنه. حالا کاملا حاله های شما پاکسازی شده. اون نور طلایی تمام حاله های شما رو در بر گرفته و بهتون انرژی داده. حالا به خودتون نگاه کنید و خودتون رو ببخشید، چون در اون لحظه‌ای که اون افراد به شما آسیب می‌زدند، شما بهترین کار یا بهترین تصمیمی رو که میتونستید در اون لحظه انجام بدید رو انجام دادید. و حالا با تمام وجود به خودتون بگید که من خودم رو میبخشم و دیگران رو میبخشم. من از تمام الگوهای منفی گذشته رها میشوم. من خالق زندگی خودم هستم و قدرت انتخاب دارم. تصور کنید که تمام بارهای سنگینی رو که بر روی دوشتون داشتید از بین میرن و شما احساس سبکی و آزادی میکنید. شما اکنون قوی‌تر، شادتر و آگاهتر از همیشه هستید. از این لحظه به بعد شما الگوهای جدیدی رو در زندگی خود ایجاد خواهید کرد. الگوهایی که بر پایه عشق، شادی، موفقیت و سلامتی استوار هستند. تو دوست بسیار عزیزم، شایسته بهترین ها هستی و میتونی به هر آنچه که اراده میکنی دست پیدا کنی و تو هر روز احساس بهتری خواهی داشت و زندگی تو پر از برکت و فراوانی خواهد بود. تمام این تلقینات رو میتونی در ذهنت دوباره مرور کنی. حالا میخوام که تو رو به دنیای بیداری با تجربه های فوق‌العاده راهنمایی بکنم. با شمارش معکوس من چشمانت رو آرام باز میکنی و با یک نفس عمیق از جات برمیخیزی. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. حالا میتونی از جات بلند شی. خیلی ممنونم که دوست عزیزم در این راه در کنار من بودی و اینکه منتظر ویدیوهای بعدی ما با لایک خودت باش و به ما انرژی بدید تا ویدیوی بعدی رو خیلی سریعتر و یک هیپنوتیزم فوق‌العاده که برای راهنمایی شما در مسیرهای زندگی شما کاملا شما رو راهنمون خواهد کرد باشید. خدا نگهدار.